سلام بینندگان عزیز، امروز دوشنبه هفتم اکتبر است و ساعت به وقت شهر پراگ رسیده. حالا فرصت اعلان سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا 1 در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب میتوانید تماشا کنید. اودینایف را استرداد نکنید. با این مضمون 11 سازمان مدافع حقوق بشر به حکومت بلاروس مراجعت کردند. با باور این سازمان ها اگر فرهاد اودینایف به تاجیکستان سپرده شود او را شکنجه و بدرفتاری منتظر است. فرهاد اودینایف آخر ماه سپتامبر در سرحد لیتوا و بلاروس بازداشت شد. او برای شرکت در مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری در اروپا درباره حقوق انسان راهی شهر ورشوا بود. تاجیکستان اودینایف را در اشتراک و سرمایه‌گذاری و تبلیغ فعالیت افراطگرایی متهم می‌داند. بازداشت فرهاد اودینایف در بلاروس در حالی است که اخیراً پولشا، یک کشور همسایه بلاروس، مصطفی حیاتوف، یک عضو گروه 24 را به تاجیکستان استرداد کرد که این گروه در تاجیکستان اکستریمیستی و ممنوع اعلان شده است. او اخیراً در نوار ویدیویی از دوشنبه خبر داد که در آزادی قرار دارد. ضمناً امروز در وزارت امور خارجه در شهر دوشنبه با سفیران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا ملاقات برگزار می شود. در نظر است در این نشست مسئله همکاری تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری در اروپا بررسی گردد. این صحبت پشت درهای بسته صورت می گیرد. همکاران ما کوشش می کنند جزئیات ملاقات را بعد انجام آن به دست بیارند و در برنامه خبری در اختیار شما خواهیم گذاشت. کمیته دین و یک سازمان بین الخلقی می‌خواهند با تعلیم دادن روحانیان آنها را به شبکه‌های اجتماعی جلب کنند. هدف از جلب روحانیان به شبکه‌های اجتماعی اساساً مبارزه با عقیده‌های تندروی بوده است. در تاجیکستان حدود 4000 امام خطیب فعالیت می‌کنند، اما هیچ یک از روحانیان تاجیک در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال نداشتند. یک پژوهش مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت تاجیکستان 2 سال قبل حساب کرده بود که حدود 43% ساکنان کشور به سوالهای دینی خود از مخزن اینترنتی گوگل و هم شبکه‌های اجتماعی پاسخ می‌جستند. چون و چرا این موضوع را در برنامه اخبار برایتان پیشنهاد خواهم کرد. وقت رشک بالا میگیرد. در برنامه امروز گزارش هم داریم درباره آنکه مرد خود را به پلیس تسلیم کرد که در قتل 5 نفر گناهکار میشود. گفته می شود این کشتار که قربانیانش تقریبا از یک خانواده بودند در زمینه رشک سر زده است. تفصیلات را در برنامه اخبار برایتان خواهم گفت، منتظر باشید. و همچنین به موضوع داغی بحث‌های منزل زیست در تاجیکستان نیز رو می‌آوریم. بحث منزل زیست در تاجیکستان از موضوعهای داغ است که همه روزه دادگاه‌های کشور ده‌ها پرونده‌های مربوط به منزل را بررسی می‌کنند. اگر در گذشته چنین دعواها میان خویشاوندان و کارخانه و اشخاص علاهیده صورت می‌گرفت، حالا تخریب بینایی منزل‌های زیست برای ساختمان بیناهای بلندآشانه شماره بحث‌ها را در دادگاه‌ها خیلی زیاد کرده است. بیننده ارجمند منتظر باشید، در این زمینه گزارش را در برنامه اخبار خواهید دید و ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم و اگر در این فاصله وقت حادثه و یا نوگانی دیگری روی داد حتما شما را در برنامه اخبار با آن آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک ادنا کلاسیکی همراهی کنید.